بر شما بینندگان گرامی. حسین پویا هستم و در این برنامه پنجمین قسمت از داستان زیبای بیژن و منیژه به نقل از شاهنامه فردوسی خدمتتون خواهم گفت. در قسمت‌های قبل گفتم که دهقانان یک دهی در مرز توران، بین ایران و توران، به نزد کیخسرو آمدند و به او شکایت کردند که گرازان به باغ و زمین‌های زراعتی اونها حمله کردند و همه چیز رو از بین بردن و اونها زورشون به گرازها نمیرسد و از شاه درخواست کمک کردند. کیخسرو بیژن رو که داوطلب شده بود به همراه گرگین به اون سمت روانه کرد. بیژن قهرمانی بود جوان، فرزند گیو، خواهرزاده رستم و نوه گودرز و البته تجربه چندانی در میدانهای جنگ نداشت، اما خودش معتقد بود که قهرمانی است که میتواند از پس گرازها بر بیاد. به هر حال بیژن به همراه گرگین به سمت ارمان، یعنی همون دهی که در مرز توران بود، حرکت کردند. خب راه طولانی بود، مدت‌ها رفتند تا بالاخره رسیدند به اون محل و از دور که نگاه کردند بیشه رو دیدن، بیشه‌زار رو دیدند که پر از گراز بود. بیژن به گرگین پیشنهاد کرد که او از یک سمت حمله بکنه و گرگین در سمت دیگه با گرازها درگیر بشه و یکی یکی اونها رو بزنه. اما گرگین اهل این کارها نبود. همونطور که قبلا خدمتتون گفتم گرگین پهلوانی بود، عجیب بود که چنین پهلوانی رو، چنین کرکتری رو فردوسی در دربار کیخسرو جا داده. گرگین آدم حیله بازی بود، در جنگ ها سعی میکرد که تا اونجایی که ممکنه خودش رو کنار بکشه که زخم پیدا نکنه، کشته نشه و خیلی زرنگی میکرد در واقع، به قول خودمون. اینجا هم وقتی که بیژن به او پیشنهاد کرد که با هم دیگه به جنگ گرازها برن، گرگین نپذیرفت و به او گفت ای پهلوان، من برای جنگ با گرازها نیامدم. اولا که این گرازها انقدر زیادن که با یک پهلوان و دو پهلوان چاره اونها نخواهد شد و کیخسرو میبایستی تعداد زیادی از پهلوانان رو با لشکر زیاد به اینجا میفرستاد. اما به هر حال اون چیزی که به من مربوطه این است که من برای جنگ با گرازا نیامدم، من آمدم که راه رو به تو نشون بدم و راه را هم نشون دادم تا سرمنزل مقصود که الان رسیدیم اینجا. بنابراین مسئله تو و گرازها مسئله خودته. بیژن از شنیدن این حرفها قدری عصبانی شد البته، ولی خب جوانی بود که براش زیاد مهم نبود، قدرت بازو داشت، خودش میدونست که میتواند از پس این گرازها بر بیاد. این بود که چیزی نگفت و شروع کرد به آماده شدن برای حمله کردن به گرازها. برفت از پس خوک چون پیل مست، یکی خنجر آب داده به دست. یکی خنجر آب داده به دست، همه جنگ را پیش او تاختند، زمین را به دندان برانداختند. گرازا هم حمله کردند به بیژن. بیژن حمله کرد با شمشیر و خنجر و گرازها هم به او حمله کردند. گرازی بیامد چو آهرمن و زره را بدرید بر بیژن. یک گراز از پشت حمله کرد و با دندان محکم به زره بیژن زد، به ران بیژن که زره پاره شد و خون جاری شد. اما بیژن کسی نبود که از این زخم‌ها بر خودش به اصطلاح کار رو سخت کنه. به هر حال بیژن حمله کرد. بیژن ابتدا با تیر و کمان تعداد خیلی زیادی از گرازها رو زد و بعد شمشیر و خنجر کشید و به گرازها حمله کرد. با هر تیری که میزد گرازی بر زمین میافتاد و بالاخره چنان با سرعت این تیرها رو میزد که گرازان فرصت این که به او حمله بکنن نداشتند. ولی بالاخره یک گراز به او حمله کرد، او رو
تا حدودی زخمی کرد، اما باز هم بیژن ادامه داد و با گرز به گرازها حمله کرد. گرازها هم حمله میکردن و تعدادشون هم خیلی زیاد بود. همونطور که قبلا هم گفتم گرازهای وحشی درشت جثه‌ای بودند، اما هیچ کدوم از اینا باعث نشد که بیژن نتواند کارش رو انجام بده. بعد از اینکه بیژن زخمی شد خون از پاش جاری شد، ولی باز به روی خودش به اصطلاح نیاورد و حمله رو ادامه داد. از نعره‌های بیژن گرازان وحشت زده فرار می‌کردند، گویی که شیری در میان گله گوسفندان افتاده است. گرازها از هر طرف فرار می‌کردند و بیژن اونها رو دنبال می‌کرد و می‌زد. ساعتی که گذشت اونقدر جسد در زمین افتاده بود که خلاصه راه رفتن رو در باغ مشکل می‌کرد. سر و روی بیژن هم خون آلوده بود، اما خونهایی که از گرازها پاشیده شده بود، نه خون خود او. تعداد کمی البته از گرازها تونستن از اون مسیری که از اون دری که بیژن به گرگین گفته بود اونجا بایسته درن و از باغ فرار کردند. به سرعت از اون منطقه دور شدند. به هر حال بعد از اینکه گرازان رو همه بر زمین انداخت، از اسب پیاده شد، سر تک تک گرازان رو از بدن جدا کرد و دندانهاشون رو در آورد، برای اینکه میخواست این دندانها رو به رسم سند کاری که کرده، سند کار بزرگی که انجام داده، اینها رو ببره با خودش به سمت به دربار و به کیخسرو و بقیه پهلوانها نشان بده. گرگین که در گوشه مخفی شده بود، وقتی که دید سر و صدای گرازها دیگه خوابیده و فقط ناله های گرازهای زخمی که بر زمین افتادن به گوش میرسه، فهمید که خطر دور شده و از مخفیگاه بیرون اومد، ولی با دیدن صحنه از تعجب غرق شگفتی شد. دیگه از گراز زنده‌ای در باغ خبر نبود. زمین پر از جسد گرازهای کشته شده بود. برخی که هنوز جان نداده بودن ناله می‌کردند و جیغ می‌زدند. بیژن هم با خونسردی یک قهرمان گوشه قباش رو بالا زده بود و شمشیر و خنجرش رو با اونها پاک میکرد. گرگین خیلی زود به خودش اومد و دریافت که باید یک حیله‌ای به کار بزنه برای اینکه کاری که کرده بود و کمک نکرده بود و اون ناجوان مردی که در حق بیژن کرده بود میتوانست به قیمت جان بیژن تمام بشه و این براش خیلی گران میتونه تموم بشه. این بود که گرگین تصمیم گرفت که دوباره حیله‌ای به کار بزنه که خلاصه بتونه بیژن رو راضی بکنه که از این موضوع چیزی در دربار به دیگران نگه. خودش رو به بیژن رسوند و به اون تبریک گفت و دید که خلاصه بیژن تمام دندونهای گرازان رو از جا در آورده و داره در کیسه‌ای در واقع در خورجین اسبش میریزه و برای گرگین این باور نکردنی بود، زیرا که فکر میکرد این کاری که این همه گرازی که او دیده بود کاری بود که کار یک پهلوان و یک لشکر بود. نمیتونست یک نفر به تنهایی این همه قهرمانی بکنه. بداندیش گرگین شوریده رفت، ز یک سوی بیشه در آمد چو تفت. همه بیشه آمد به چشمش کبود، و رو آفرین کرد و شادی نمود. دید که تمام بیشه از جسد این گرازها کبود شده. به دلش اندر آمد از آن کار درد، ز بدنامی خیش ترسید مرد. خب گرگین ترسید که بدنام بشه و البته تا حدودی بدنام بود و پهلوانان او رو میشناختن، ولی این یکی دیگه در واقع خیانت بزرگی بود. گرگین حیله‌گر و بزدل با خودش اندیشید چاره‌ای ندارد جز آن که به هر ترتیبی شده بیژن رو به دامی بیاندازد که یا کشته شود یا برای همیشه در دام بماند. پس گرگین در سرش به این فکر رسید که اگر با بیژن برگرده، بیژن داستان رو به هر حال به درباریان خواهد گفت و او بی‌آبرو خواهد شد و ای بسا که او رو خلاصه بیرون کنن و او دیگه نتونه اونجا ادامه بده. این بود که به فکرش که رسید تنها چاره این است که یا گرگین رو به راهی ببره که یا بیژن رو به جایی ببره که یا کشته بشه و یا در دام بیفته و اون در دام بماند.
غافل از این که کسی که برای دیگران چاه میکنه خودش به چاه خواهد افتاد. گرگین در ذهنش نقشه شومی کشید، تصمیم گرفت که این بیژن رو به این صورت از راه خودش برداره که باید ابتدا اعتماد بیژن رو جلب کنه و بیژن به او اعتماد پیدا کنه که اون چیزایی که میگه درسته و نقشه‌ای در کار نیست و بعد اون وقت بیژن رو به راهی که میخواد ببره. میدید که بیژن غرق شادی از این پیروزی بزرگ است و سر از پا نمیشناسه و او به این ترتیب که بیژن با این خوشحالی و وضعیت حالی که روحیه‌ای که داره راحت تر میتونه بیژن رو گول بزنه. خب وقت برنامه امروز ما در اینجا تمام شد. بقیه داستان رو در برنامه‌های آینده خدمتتون خواهم گفت. شاد و سربلند باشید.